که نام او جبرئیل است. او پیغمبر است که صاحب قوت و قدرت بی اندازه است. ذی قوت، جبرئیل امین آنقدر قوت و قدرت دارد که با یک قنات خود کره زمین چپه میگرداند. ذی قوت. رسول اکرم گفتند جبرئیل امین 600 قنات دارد و هر قنات او از مشرق تا به مغرب میپیچاند و پروردگار در هر قنات او آنقدر قوه داده است که میتواند کره زمین سرنگون کند. آن خدایی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، انا همون جبرئیل بود که با قنات خود شهر بالای لوطی ها در بالای گیما سکسیالیست ها چپه کرد و انشاءالله این عذاب امروز می آید. ذی قوت عند ذی العرش مکین. او خدای است صاحب عرش و این پیغمبر و این جبرئیل در پیشگاه این خدا صاحب مکانت است، صاحب حرمت است، صاحب قدر است. در این آیت پروردگار جبرئیل امین که ملائکه وحی خود است و رسول از جانب خدا برای تمام پیغمبرانش است، به پاکیزگیش، به بزرگیش، به احترام، به مکانتش یاد کرد ایستاده است. جبرئیل یک ملائکه عادی نیست. جبرئیل فرماندهی همه ملائکه های الهی است، مطاع است. ملائکه است که هم خازن بهشت و هم مالک دوزخ با همون عظمتش اطاعت از جبرئیل میکند. بنابر وقتی که شب معراج پیغمبر بزرگوار ما برای تماشای جنت رفتند، جبرئیل امین خازن بهشت سفارش داد که افتح لمحمد ابواب الجنه، برای حبیب خدا محمد درهای بهشت کشا تماشا کند. مطاع ثم امین. امین و این ملائکه است که در آوردن وحی خدا به پیغمبران هرگز خیانت نکرده است و هرگز خیانت نمی کند. امین است، بی خیانت است، با وفاست. و ما صاحبكم بمجنون. و این چنین سوگند یاد میکند خدا به خاطر آن که این پیغمبره که شما میگوید دیوانه است وای دیوانه نیست. دوم سبب سوگند خوردن پروردگار این اثبات رسالت محمدی است. در اینجا خدا به خاطر دو چیز سوگند یاد کرد. یکی به خاطر جبرئیل امین که این قرآن وحی اوست، از جانب خدا جبرئیل آورده است، نه شیطان، نه یگان جن. همین محمد، همین شخصی که در بین شما پیغمبر است، با چشم سر جبرئیل امین این ملائکه مقرب درگاه با همان عظمتی و بزرگیش، با همان صورتی که خدا آفریده است دید. رسول اکرم دو بار حضرت جبرئیل امین با همون صورت خدا آفریدگی دیدگی است، یکی در این دنیا، یکی در شب معراج در عالم بالا که هر دو قرآن با آن گواه است. ولقد رآه بالافق المبین. ابن کثیر میگوید، قرطبی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جبرئیل امین طلب کردند که برادر عزیز خود به صورتی
اصلی که داری به من نشان ده. او بگرچه این حدیث نیست، اقوال مفسراست. جبرائیل امین گفتن جان من محمد، تو طاقتی دیدن من نداری. گفتن نه، هرچی باشه به من خودت نشان ده، من یک بار تو رو ببینم با صورتی که داری. جبرائیل امین گفتن حبیب خدا پشت گردان به سوی من. حضرت پشت گرداندن، لحظه شرفه شنیدن. وقتی که گشتن در افق، در جای آفتاب برا، بعضی روایت میگن در عرفات بود، جبرائیل امین با همان صورتی که خدا آفریده بود دیدن. از هیبت او رسول اکرم هشان رفت. جبرائیل امین به صورت عادی بازگشتن. رسول اکرم سر مبارک در آغوش گرفتن. لحظه به هوش آمد. گفتن حبیب خدا نگفتم تو الان طاقتی دیدن ما نداری؟ همین ما و شما ای بندگان خدا در کدام گوشه و کناری هستیم از این قرآن روز قیامت پرسیده میشویم. خدا قرآن برای آن نفرستاده بود فقط که بالای مرده ها بخوانه، در خدایی ها خوانه. خدا قرآن برای آن فرستاده بود که وی دستورالعمل زندگی خود قرار دهه، به امر و نهیش عمل کنه، زندگی خود تا موافق به احکام او کنه. برای این فرستاده بود. اما افسوس ما مسلمان ها امروز قرآن پرتافتیم، از پی دشمنای خدا رفت ایستادیم. با تعبیری علامه اقبال حضرت میگوید قیمتی شمشاد خود نشناختی، قیمتی شمشاد خود نشناختی، سروی دیگر را بلند برداشتی، مثل نی خود را ز خود کردی تهی، با نوای دیگران دل می نهی. قدر و قیمت قرآن را ندانستی، برای خود قانون ها وضع کردی، قانون قرآن پس پشت پرتافتی، برای خود کادکس جنایتی تیار کردی، کادکس های جنایتی قرآن پس پشت پرتافتی. قرآن چی میگوید؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما به شما کتاب فرستادیم که مفسرین کرام میگویند فیه ذکرکم ای فیه سعادتکم والعمل بما فیه نجاتکم فی الدنیا والآخره. ما به شما کتاب فرستادیم که در او سعادت شماست و عمل کردن به آیات قرآن سبب نجات شماست، هم در این دنیا هم در آخرت. آیا باری هم در این باب تعقل کردی؟ باری هم در این باب تفکر کردی؟ و ما هو بالهزل. پروردگار در سوری و السماء و الطارق هم سوگند یاد میکند، و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قسم به این آسمان باران بارنده، قسم به این زمین گیاه رویاننده که این قرآن کلام حزب شوخی نیست، این کلام جدا کننده بین کفر و ایمان است، جدا کننده بین حق و باطل است. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
لمن شاء منكم ان یستقیم. خدا میگوید هر کسی از شما ای بندگان میخواهد که در این دنیا به راه راست باشد، میخواهد که در این دنیا راهی رود که خدا از او خوشنود باشد، میخواهد راهی را انتخاب کند که سعادتی همیشگی یابد، پیروی از قرآن کند. زیرا که غیر از قرآن دیگر راهی نیست.